بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. سلامت باشید. حال شما خوب؟ الحمدلله. زنده باشید. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ از کجا؟ عبدالله هستم از آذربایجان. آقا عبدالله از آذربایجان، بفرمایید برادر عزیز. ببین عزیز من، اینا مذهبشون از دروغ تشکیل شده. به خدا این آیه قرآنی بیاری آب بکنی بریزی تو دهنشون، از لای بغل لبشون بیاد پایین، مرکبش بیاد پایین، چون مذهبشون دروغه، خودشون دروغ گوین، قبول حقیقت قبول نمی کنن. علنا شما دارین نشون میدین که آقای سپاه پاسداران اینا رو میفرسته برای آدم کشی تو سوریه. ما همه تو علنا زنده داریم میبینیم. بلا نسبت این مرد که احمق که اونجا نشسته داره ایراد بگیری، یعنی اینو نمیبینه. الله المستعان. اما این نیز خودشون دروغگویان، خیال میکنه مردم تو بابا مگه نمیگن دروغگو دشمن خداست؟ اگه دروغگو دشمن خداست، شما چه مسلمانی هستی؟ الله المستعان. کی مسلمان دشمن خدا بوده؟ کی مسلمان خدایی نکرده؟ الله یک المستعان. بی‌تربیتی از دهنش در اومده نسبت به مذهب، نسبت به دین، نسبت به آیین. آخه اینا شعور ندارن به پیغمبر. این آدم نمیدونه چی بگه. الله المستعان. موندیم، واقعا موندیم، نمیدونیم این چجوری اینا رو حالی کنیم. فقط من از درگاه متعال درخواست میکنم که همیشه صحیح و سلامت باشین، سلامت باشید. که بتونین لااقل چند نفر یا در روز در ماه از اینا رو برای راست دایر بکنیم. آمین. امیدوارم به حق خدای بزرگوار که خدا رحم کنه، هر چیز زودتر تو دل اینا به اندازه که اینا زودتر برای راست هدایت بشن و بیشتر از این دیگه خون ریخته نشه. آمین آمین. تشکر از شما. الله متعال حفظتون کنه. قربونت برم، ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما.